سلام، عصرتون بخیر و خیلی خوش اومدین. من میخوام که یه سری کتابای فارسی رو به عنوان بوک کلاب، حالا یا هر چی که اسمش رو میخوام بذاریم، بخونیم، برای راجعش حرف بزنیم. به این دلیل که گشتم دنبال یه همچین چیزی و در کمال ناباوری جای یک بوک کلاب، کلاب کتاب، باشگاه کتاب، اه، خیلی خالیه و دلم میخواد که این باشگاه رو شروع کنم. حالا امیدوارم که برای بعضی از آدمای دیگه هم جالب باشه، اگرم نه که خب یک رکوردی برای خودم که فارسی یادم نره. اه، و همین، من خیلی از تکنیکال نمیدونم چجوری فیلم بگیرم، پس این همینجوری از روی لپتاپ دارم میگیرم و به هر حال خیلی خودمونی هم هست و نه میخوام آرایشی بکنم، نه نورپردازی، نه هیچی و امیدوارم که خیلی آزارنده نباشه. به خاطر اینکه میخوام راجع به کتاب حرف بزنیم دیگه. و خیلی دلم میخواست که کتابا رو بخونیم، یعنی همینجوری از رو بخونیم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه فکر میکنم مشکل کپی رایت داره و بنابراین نمیشه این کارو کرد. ولی خب میشه کتابا رو خلاصش رو بگیم، یه سری مثلا تاریخچه اینا بهش اضافه بکنیم و میگم من نه مورخم و نه ادیبم و بنابراین انتظار یک چیز خیلی حرفه‌ای نداشته باشین، همین در حد واقعا باشگاه کتابه، چند نفر آدم که کتابا رو میخونن و معرفی میکنن، در اون هر لطفا توقع داشته باشین. و حالا میگم اگر که افراد زیاد علاقمند باشن، بعدا میتونیم فکر کنیم که چجوری مثلا این کتابای ترجمه شده به زبان فارسی رو، حالا نوشته شده به زبان فارسی رو، چجوری به دست افراد مختلف برسونیم. ولی فعلا حالا بعد یعنی برنامه اینه که فعلا هر چیزی که خودم خوندم رو خلاصش رو بگم و تعریف کنم، به هر حال برای هر کی که میخواد گوش بکنه یا برای خودم در آینده که دوباره گوش بدم. خیلی ممنونم و نویسندهایی که دوست دارم و فکر میکنم از اون اول شروع بکنم، یه مقدار نویسنده ریالیست هستن. اول روسا، بعد فرانسویا و اینا رو خیلی دوست دارم خودم. و بعد از اون حالا میتونیم مثلا بریم به ریالیسم جادویی هم یه نگاه بکنیم، به لاتین ها، و بعدش ببینیم که کلا مسیر ما رو به کجا میبره. خیلی ممنونم. این مثلا یه معرفی بود و قسمت بعدی راجع به آنا کارنینا فکر کنم صحبت بکنم از لئو تولستوی. مرسی. من اینو چطور استاپ بکنم؟